چند سالته تو؟ من 36. 36 خیلی خوب موندی. سیب میخورم صبح. همین صبح بلند میشی سیب میخوری و دیگه هیچ روتین دیگه ای نداری؟ من لخت میخوام. کامل یا نه کامل نه. ولی لخت میخوام چون هم شنیدم برای سلامتی خیلی خوبه، هم خودم با لباس نمیتونم بخوابم. کجا دنبال میکنی این فکتایی که میاری و اینا؟ تو واتساپ و اینا خیلی سرچ میکنم چگونه جوان بمونی. میگه سیب بخور لخت بخواب. نه بعد وقتی که سیب میخوری صبح که بلند میشی پوشیدی لباس یا نه؟ نه قبل لباس سیب میخورم، یعنی لخت سیب میخورم بعد میپوشم. کلا به شما هم توصیه میکنم لخت بخوابید. همسایه‌ها و اینا شکایت نکردین هیچ وقت؟ نه ولی یه هفته داشتیم فیلم میگرفت به خدا. بعد رفتیم کلانتری و اینا شکایت کردیم. خب چی گفت؟ به اون خانومه گفت فیلم نگیر. خانوم بود؟ بله. ولی خب کار درستی نبود دیگه. ما هم شکایت کردیم، اون قضیه حل شد دیگه. الان ایشون آرشیوی من نداره لخت.